لیودمیلا 7 سال پیش به روسیه کوچید. همراه با شوهرش سال 2016 هم تصمیم گرفت که از روی برنامه ساده کرده شده روس زبانها و یا دانندگان زبان روسی برای گرفتن شهروندی اسناد سپارد. طبق طلبات قانون برای این داشتن اجازتنامه حق اقامت و دست کشیدن از شهروندی قبلی کافی است. اما در اصل این کاری ساده نبوده است. این جفت تنها برای دریافت حق اقامت 3 سال را صرف کردند. اکنون باید حجت دست کشیدن از شهروندی قزاقستان را پیشنهاد نموده و نتیجه اش را منتظر باشند. معلوم نیست که انتظاری چند مدت طول می کشد. ما روس زبان هستیم و من یگان مانع را برای گرفتن بدون مشکل شهروندی نمی بینم، اما ترتیبی که حالا جاری شده است کار را خیلی مشکل می کند. عصبم خراب می شود. بیشتری ها تاب نمی آورند و دیگر تلاش نمی کنند. برای دریافت شهروندی روسیه طریق برنامه روس زبانها در سطح عالی دانستن زبان روسی، منسوبیت به قوم و یا داشتن نسبی مناسب کافی نیست. بر علاوه گذشتگان داوطلب باید در حدود مرزهای روسیه اقامت کرده باشند. در این باره در قانون فدرالی خیلی واضح گفته شده است. اکثریت بعد دریافت حق اقامت که 2 سال است، از لحاظ وقت امکان سپاریدن اسناد را برای دریافت شناسنامه روسی پیدا نمی کنند، زیرا سند تصدیق کننده دست کشیدن از شهروندی قبلی را ندارند. برای اکاترینا، قهرمان دیگری ما مشکلی اصلی محض خارج شدن از شهروندی ازبکستان بود. حجت‌های ضروری را جانب ازبکستان از 1.5 تا 3 سال امضا می‌کند. امضا را باید خودی پرزیدنت گذارد. به شهروندان ازبکستان میسر شد که معلوماتنامه ضروری را از سفارت بگیرند. در معلوماتنامه باید ذکر شده باشد که قطعی شهروندی نمیتواند بدون سبب خاصی ناوابسته از شهروند عملی گردد. با این معلوماتنامه علاقه می شود برای گرفتن شناسنامه روسیه مراجعت کرد، اما این حجت را نیز باید 1 سال منتظر شوی. در بیشتری حالت خطر وجود دارد که داوطلبان برنامه هم شهروندی قبلیشان را از دست می دهند و هم حق زندگی در روسیه را. در چنین حالت بعضی ها حتی می توانند به بازداشتگاه های موقتی نگهداری شهروندان خارجی بیافتند. متناسباً اگر داوطلب سری وقت طلبات را اجرا نکند، آنگاه حق اقامتش بیکار کرده می شود و او در نهایت مقام بی‌شهروندی را می گیرد. چون این مراجعت ها خیلی زیادند، اما تنها کمترین ها امکان می یابند که طریق شعبه اساسی مهاجرت حق اقامت را برقرار نمایند. کارشناسان توصیه می دهند که شهروندان روند سپاریدن حجت‌ها را طول ندهند. قانونگذاری‌های روسیه را بیاموزند تا در حالت‌های اضطراری به هر گونه وضعیت آماده باشند.